استقلالیت دولتی و اقدام و تشبس‌های شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تاجیکستان دوره واقعی پیشرفت و ترقیات و بالاروی نفوذ و اعتبار بین المللی را فراهم آورد. امین است که بعد صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان را کل کشورهای عالم و تشکیلات و سازمانهای با نفوذ سیاره همچون دولت دموکراتی صاحب اختیار و دنیوی اعتراف کرده و به رسمیت شناختند. جمهوری تاجیکستان امروزها با بیش از 120 دولت عالم مناسبت‌های دوستی و همکاری و دیپلماتی داشته، عضو کامل حقوق تشکیلات و سازمان‌های بین المللی و منطقوی گردیده است و در دایره عضویت به این تشکیلات و سازمان‌ها در حل بسیار مسائل منطقوی و جهانی نقش مؤثر می‌گذارد. یکی از چنین تشکیلات معتبر جهانی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا میباشد. آسیا خانه عمومی ماست. همه ما خواهان آنیم که در خانه عمومی ما صلح و ثبات حکم فرما باشد و تفاوت سطح رشد اقتصادی را حرکت بر سوی پیشرفت عمومی به ترتیب درآورد. ما باید اقتدار مشورتمان را پوره استفاده نماییم تا که در زمینه مکالمه وسیع سعی و کوشش عمومی بهر رشد استوار اقتصادی و امنیت مشترک جامعه باثبات و شکوفان خلقهای آسیا را برپا نماییم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا چون سازمان منطقوی سال 1992 تأسیس یافته تا امروز 27 دولت جهان را همچون اعضا 8 کشور و 5 سازمان منطقوی و بین المللی را به حیث ناظر متحد نموده است. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری سازی یا اعتماد سازی در آسیا از جمله تشبس‌هایی می باشد که پرابلم‌های مقیاساً بزرگ وادار ساخت که همین مشورت سازمان داده شود. مسائل اقتصادی را فرا می‌گیرد. کشورها در رابطه با هم در مورد تدبیرهای اعتماد بخش توانند که به مقابل بعضی مشکلی هایی که در ساحه اجتماعی اقتصادی مالیوی بانکی کشورها به میان میآید از بین برداشته شود. سمت دیگری فراگیر این مشورت مسئله های امنیتی می باشد. از بس که آسیا از جمله منطقه های خیلی بزرگ می باشد و در مبارزه با این خطرهای بزرگ تنها توسط متحدی دست جمعانه به نتیجه رسیدن ممکن است. از این رو سمت مهمی همکاری در دایره مشورت این مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و ظهوراتی که از آن برمی آید. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا سال 1992 از طرف شریک استراتژی ما جمهوری قزاقستان تشکیل کرده شده است که مقصد اساسی آن حل آن مشکلات مبرم منطقه آسیا می باشد. مشورت مذکور در 5 اندازه فعالیت می نماید. این یکم یعنی که وابسته به رشد انسانیت، وابسته به اقتصاد، امنیت و مبارزه با پدیده های نامطلوب، اینچنین در سمت حفظ محیط زیست و دیگر سمت ها و جمهوری تاجیکستان از اول همچون یک کشور فعال اشتراک کننده این مشورت خود را نشان داده است و پس از خود جمهوری قزاقستان یعنی تشکیل کننده ترکیه، چین، علاقه جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 رئیسی را در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به عهده گرفته است که این نیز بیانگر آن می باشد که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی دارای مقام و منزلت خاص می باشد و این بارها از طرف سازمان و تشکیلات های بین المللی و کشورهای علاهیده
قید گردیده است. شهادت می‌دهد که جمهوری تاجیکستان در سمت حل مشکل‌های منطقوی و گلوبالی یک کشور پیشرفت میباشد. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا. دولت‌های اعضا: امارات متحده عرب، افغانستان، بحرین، بنگلادش، ویتنام، اسرائیل، عراق، کامبوجا، قزاقستان، قطر، قرغیزستان، مصر، مغولستان، آذربایجان، پاکستان، روسیه، تایلند، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، اردن، فلسطین، خیتای، هندوستان، شریلانکا، کره، ایران. دولت‌های ناظر: بلاروس، اندونزیا، لاوس، مالایزیا، فیلیپین، اوکراین، امریکا، ژاپنیا. سازمان‌های ناظر: تشکیلات بین‌المللی مهاجرت، لیگ دولت‌های عرب، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اسامبله پارلمانی کشورهای ترک زبان، سازمان ملل متحد. بررسی مسائل امنیت، همکاری در قطعه آسیا و سهمگذاری در تدبیرهای جهانی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از پنجشنبه و منتظم، برطرف نمودن یراق قتل عام و تحکیم احترام متقابله، یکدیگر فهمی و تحمل در مناسبت‌های بین تمدن‌ها از هدف‌های اساسی این سازمان است. کاتبات سازمان، اداره مأموری آن به حساب رفته در شهر الماتای جمهوری قزاقستان واقع است. از سبب که مشورت است، یک میدان مکالمه هست، مصلحت است، همچنین یک میدانی هست که در آنجا دولت‌های اعضا تبدیل افکار میکنند برای حل پرابلم‌هایی که در قطعه آسیا هست. اما قطعه آسیا به صفت یکی از قطعه‌های کلانترین دنیا بسیار گوناگون است. در آنها دولت‌های نهایت بزرگ از جهت حجم و اهالی هستند و دولت‌های نهایت خرد هم هستند. در قطعه آسیا به مانند قطعه اروپا یگان تشکیلات، یگان مشورت، یگان میدانی نبود که همین مسائل که محاکمه شوند و روح حل آنها نشان داده شوند. از همین روزی که تشبث از طرف سازمان ملل متحد دستگیری یافت، ابتدای خودش میگیرد همین مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا. دوام سالهای فعالیت سازمان مذکور، 3 کشور اعضای آن ریاست در سازمان را به عهده داشتند. جمهوری قزاقستان سالهای 2002 2010، جمهوری ترکیه سالهای 2010 2014 و جمهوری مردمی چین سالهای 2014 2018 کشورهای رئیس کننده مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا بودند. جمهوری تاجیکستان چهارمین مملکت اعضای فعال مشورت است که ریاست آن را سالهای 2018 2020 به عهده گرفته است. تأکید کردن به مورد است که ماه سپتامبر سال 2018 در حاشیه اجلاسی 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا جلسه مخصوص وزیران کارهای خارجی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا برگزار گردید که در کار آن ریاست از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان گذشت. اکنون جمهوری تاجیکستان همچون کشوری ریاست تا آخر سال 2020 در تمام چاره‌بینی‌های مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا راهبری می‌کند. در دایره ریاست تاجیکستان در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روزهای 14 و 15 فوریه سال 2019 در پایتخت مملکت شهر دوشنبه جلسه‌های گروه مخصوص کاری و کمیته کارمندان ارشد کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا برگزار گردید. باید تاکید کرد که در تاریخ فعالیت مشورت اولین مراتب چنین همایش کارشناسان ارشد با اشتراک نمایندگان همه کشورهای اعضا و ناظر سازمان در شهر دوشنبه برگزار شد که در جریان آن مسئله‌های تدارکات و محتوای سمیت سران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای اعضا بررسی گردید. دولت‌های بزرگ یعنی جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، این چنین دیگر دولت‌ها
که در دایره همین سازمان همکاری می‌نمایند رو به دولت‌های همسایه، رو به دولت‌های قطعه خود آوردن و خود تجربه اقتصادی هم نشون می‌دهد که اون دولت‌هایی که با همدیگر، یعنی که دولت‌هایی که در هم سرحد هستند، نزدیک هستند، همکاری اقتصادی رو برای میمونند، بیشتر ثمره اقتصادی برای گذاشته می‌شود. از نقطه نظری هم سری وقت وارد صادرات نمودن مال و محصولات خدمات رسانی، هم در سری وقت تامین نمودن اشیاء خام و هم در تشکیل نمودن کلاسترهای استثماریایی که تطبیق لایحه‌های بزرگ، یعنی که دولت‌های با همدیگر نزدیک ثمره بیشتر میدهند. از همین خاطر امروز ما گفته میتونیم که در دایره همین سازمان همکاری‌های اقتصادی خیلی وسیع گشته شده است. و یک چیز عجیب دیگر هم هست در همین تشکیلات، هماهنگسازی تدبیرها بین دولت‌ها و همین تدبیرها با بین دولت‌ها تقسیم شدن و هر یک دولت متصدی یا هماهنگساز یک تدبیری هست. برای مثال جمهوری تاجیکستان هماهنگسازی تدبیرها در ساحه رشد سیاحی هست. دولت ترکیه هماهنگسازی مبارزه با مقابل چالش و خطرهای نو هست. مثلا فدراسیون روسیه متصدی هست یا هماهنگسازی با وجود آوردن تدبیرهای باوری در ساحه تجارت و جمهوری اسلامی ایران هماهنگساز است در مسئله مبارزه با مقابل گردش غیر قانونی مواد مخدر. جمهوری کره که یکی از دولت‌های پیشرفته دنیا به شمار می‌رود و هماهنگسازی مسئله امنیت انرژتیکی هست و نوآوری‌های تکنیکی. جمهوری آذربایجان هماهنگسازی دالان‌های نقلیاتی هست که در بین این دولت‌ها اگر دالان‌های نقلیاتی راه اندازی شوند متصدی و همه این مسئله را حل می‌کردگی متصدیش جمهوری آذربایجان است و همین نوع بین 27 دولت هماهنگسازی‌ها تقسیم کرده شده. جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی تأسیسیابی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا همچون عضو کامل حقوق آن در حل مشکلات منطقوی و بین المللی اشتراک فعال داشته همکاری پیگیرانه را با کشورهای اعضا سمت مهم سیاست خارجی خود قرار داده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه های سران دولت های اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا پیوسته از قوه نو پیدا کردن گروه های تروریستی و اکسترمیستی، پیروی جوانان به صف حزب و حرکت های افراطی، استفاده دین مبین اسلام برای هدف های ناپاک از جانب تروریستان و عمل های فاجعه بار و مدهش جنایتکارانه اظهار نگرانی کرده دولت های اعضای مشورت را برای تقویت همگرایی در مبارزه با ظهورات نامطلوب منطقه و جهان دعوت می نمایند. باید گفت تمام تشبس هایی که از جانب تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم، پیشگیری و مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و افراطگرایی، گردش غیر قانونی مواد مخدر و دیگر خطرهای زمان معاصر پیشنهاد شدند، از جانب دولت‌های اعضای مشورت نیز هم‌آوازی عمیق پیدا نمودند. زیرا کشورهای اعضا درک می‌نمایند که تشبس‌های تاجیکستان امنیت و ثبات، حل مشکلات آبی و حیات آسوده مردمان آنها و تمام جهان را فراگیر است. در صف پیش بودن جمهوری تاجیکستان البته از مقام و از مهارت و ملکه تجربه پرزیدنت کشور بسیار وابستگی دارد و خوشبختانه پرزیدنت محترم تاجیکستان یکی از آن شخصیت‌های شناخته بین المللی هستند که تجربه مبارزه با مقابل تروریسم، افراطگرایی، با مقابل مواد مخدر، گردش غیر قانونی آن، قاچاق اسلحه و عموما همه راه اندازی هایی که در جمهوری تاجیکستان شده گذاشتند و تاجیکستان به صلح و صلاح آوردند، همه این از راهبری خردمانده همین پرزیدنت کشور ما بود. از این رو موقع یا که رول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مشورت امنیت همکاری در تدبیرهای باوری در آسیا خیلی کلان است. یک سبب واگذار کردن رئیسی به جمهوری تاجیکستان همین راهبری خردمندانه و موقع آبرو اعتبار بین المللی پرزیدنت کشور ما هست. بغیر از سمت‌های امنیت و بخطری، این چنین در سمت
ҷалби сармояҳои хориҷӣ дар самти ҳамкориҳои иқтисодӣ ҷумҳурии тоҷикистон кӯшиш мекунад ки бо кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ҳамкориро ба роҳ монад ва дар ин ҷода дар нишасти сарони кишварҳои аъзои машварат ки дар шаҳри душанбе баргузор мегардад як қатор ҳуҷҷатҳои зарурӣ низ ба имзо мерасанд ки фаъолияти ин машваратро дар ин соҳаҳо ба танзим медарорад. мувофиқи низомномаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё кишварҳои аъзо бо навбат дар чорабиниҳои гуногуни машварат раёсатро ба дӯш мегиранд. маротибаи аввал аст ки тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ки майдони бонуфузи муколамаи минтақавӣ ба шумор меравад раисӣ мекунад. соли 2014 раёсат дар машваратро ҷумҳурии мардумии чин ба уҳда дошт. дар ҳамоиши машварат ки моҳи майи соли 2014 дар шаҳри шанхаи ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ин ҳамоиш сарони давлатҳои қитъаи осиё ва роҳбарони даҳҳо созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ иштирок доштанд. сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз рушди бо низому бо суръати аксари кишварҳои осиё таъкид доштанд ки ин қитъа бояд дар бунёди осиёи шукуфон ва бехатар ҷаҳиши бузург амалӣ намояд ва тоҷикистон ҳамчун кишвари фаъоли он омода аст дар ин раванд саҳми намоёни худро гузорад. ҷумҳурии тоҷикистон аъзои фаъоли созмонҳои байналмилалӣ мебошад ва аз он ҷумла аъзои фаъоли машварат мебошад ва дар якчанд самтҳо фаъолияти густурдаро ба роҳ гузоштааст ва барои таъмини ояндаи рушди иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ва барои имрӯза яъне ки он ҳадафҳое ки иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон пеша кардааст, аз он ҷумла баромадан аз бумбасти коммуникатсион ва ба давлати транзитӣ табдил ёфтан, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки захираҳои энергетикӣ, инчунин саноати кунунӣ бо суръати кишвар ва аз он ҷумла таъмини амнияти озуқаворӣ ва дигар барномаҳои соҳавие ки ҳастанд. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 70 лоиҳаҳо татбиқ гашиданд. барои ҳамаи ин татбиқи ин лоиҳа, барои ҳамаи татбиқи ин ҳадафҳо албатта сармояи хеле бузург барои мо зарур мебошад ки имрӯз мо тавонистем ки дар доираи ҳамкории ҳамин созмони машварат, яъне ки бо ҷумҳурии мардуми чин, бо федератсияи Россия, бо ҷумҳурии Қазоқистон, бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ва инчунин Туркия ва дигар давлатҳои осиё мо тавонистем ки ба ҳамун ҳадафҳое ки дар пеши худ гузоштаем давра ба давра ба ин ҳадафҳо расида тавонем. сохтори амин машварат аз дигар ташкилотҳои байналмилалӣ фарқ мекунад, чунки машварат аст. сохтори машварат иборат аст аз саммити сарони давлатҳо, ин органи олӣ ҳисоб мешавад. машварати вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзо, гурӯҳи махсус аст ки ба ҳуҷҷатгузорӣ ба масъалаҳои тайёр кардани ҳар гуна ҳисоботҳо машғуланд. ва дигар органи ҳамин аст котибот ки дар шаҳри Нурсултон ҷойгир аст ин бинои котиботаш. ба ғайр аз сохтор бояд қайд кард ки 5 самти ҳамкории машварата дар бар мегирад. ҳамкориҳо дар соҳаи мубориза ба муқобили терроризм ва гардиши маводи мухаддир самти аввал. самти дуюм ҳаст коркарди тадбирҳои боварӣ. бояд чӣ тадбирҳо кунем ки боварии давлатҳои аъзо ба ҳамдигар зиёд шаванд. самти сеюми ҳамкориаш ин беҳдошти муҳити зист ё ки самти экологӣ мегӯянд, ин ҳаст. баъд самти дигараш ин самти ҳамкориҳои гуманитарӣ ҳаст. ин 5 самт ташкил медиҳанд самтҳое ки диққати асосӣ ба онҳо дода мешавад дар ҳамин машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ. халқҳои осиё ки бо таърихи ғанитарини умумӣ ва гуногунии фарҳангҳои ба худ хос байни ҳамдигар алоқаи ногусастанӣ доранд, пурра дарк менамоянд ки роҳи сулҳу шукуфоӣ аз фароҳам овардани муҳити бехатару суботе оғоз мегардад ки онро дар масоҳати васеъ байни 3 уқёнус фақат бо саю кӯшишҳои якҷоя метавон таъмин кард. бино ба андешаи коршиносони масъалаҳои сиёсӣ,
طی 12 ساله بعد اعلان تشبث تأسیس مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، جهان و عموما قطعه آسیا به کلی تغییر یافت. از یک طرف جهانی شوی امکانیت رشد اقتصادی را فراهم آورد، از جانب دیگر خوف و خطر و ستیزجویی‌های نو پیدا شده مانع رشد و پیشرفت کشورهای اعضا می‌گردند. رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور به بهداشت اهالی دولت‌های دیگر آسیا تأثیری مثبت می‌رساند. همه این از کشورهای اعضای این مشورت مهم منطقوی به هم پیوستگی دائمی، تحکیم باوری و همکاری در تمام سطح و زینه‌ها را برای سرنوشت من بعده آسیا تقاضا می‌نماید. مرحله به مرحله احساس می شود که نفوذ و ماهیت این مشورت رشد می یابد. این مشورت مسئولیت مشورت و به خلاصه آمدن، دعوت کردن، جلب کردن و حل مسئله ها روان کرده شده است. یعنی حجت اساسی یا نهایی این مشورت اصلا اظهارات مشترک می باشد که با در نظر داشتی ضرورت آن، با در نظر داشتی مهمی آن، مسئله های مورد ذکر را فرا گرفته از جامعه بشری، از سازمان های بین المللی، از کشورهای اعضا و دیگر کشورهایی که اعضا نیستند، یعنی دعوت به عمل می آورند که در حل مسئله های مهم متشکلانه سهم گیرند. آینده آسیا در زمان جهانی شوی از بسیار جهت وابسته به خود ماست. آسیا در تاریخ تمدن جهان بارها محرک رشدی عمومی بود. در روزهای ما بسیار دولت‌های آسیا مثال‌های روح‌بلندسازی رشد اجتماعی و اقتصادی را نمایش می‌دهند. ما به تجربه غنج شده تکیه نموده باید راه بنیاد آسیای شکوفان و بی‌خطر را کشاییم که آینده درخشان را برای خلق‌هایمان تأمین کند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. دولت‌هایی که اعضایان این سازمان هستند 27 دولت هم باشد، انقریب نصف اهالی کره زمین را تشکیل می‌دهند و این دولت‌ها دارای ذخیره‌های بوی چی انسانی، چی ذخیره‌های بوی طبیعی و چی ذخیره‌های بوی اقتصادی و کندنیان فایده‌ناک بزرگ دارند. یعنی که طبق عقیده و تحلیل‌هایی که امروز در جهان هستند، آسیا در آینده نزدیک محرک اساسی رشد اقتصادی جهانی به شمار می رود و در این سمت همکاری در دوره سازمان‌ها و تشکیلات‌هایی که در آسیا برگزار می‌گردد برای رشد من بعده این یعنی که قطعه آسیا یک سهمگذار خواهد بود. در دوره سازمان مشورت همکاری و تدبیرات عملی در آسیا عموماً یکی از 5 هدف‌هایی که 5 سمت همکاری که هستند، یکی از سمت‌های همکاری این اندازه‌گیری اقتصادی میباشد که در دوره آن همکاری‌ها در سمت‌های علاهیده به راه مانده می‌شود و امروز اگر در مجموع اگر قید نماییم دولت‌هایی که اعضای این سازمان همکاری هستند با سبب‌های ابجکتیوی همکاری را بین خود واضح‌تر و زیادتر نمودند. ماه ایون سال 2002 بخشیده به 10 سالگی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا جلسه نوبتی مشورت برگزار گردید. در چاره‌بینی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نطق پرمحتوا برآمد کرده توجه کشورهای اعضا را به گسترش همکاری سودمند در قطعه آسیا از جمله در ساحه‌های انرژتیک، معارف و تندرستی، فرهنگ و راه و نقلیات جلب نموده. طوری تاکید گردید به کشورهایی که دسترسی مستقیم به راه‌های بحری ندارند رسیدن به هدف‌های رشد استوار بسا مشکل است. از این خاطر دستگیری کوشش‌های چنین کشورها در سمت‌های بنیاد زیربنای معاصر حمل و نقل ملی و منطقوی، دیورسیفیکاسیون اقتصاد و رابطه‌های بین‌المللی از جمله افضلیت‌های اساسی میباشد. بنا به تأکید راهبر دولت تاجیکان محترم امامعلی رحمان، جمهوری تاجیکستان آماده است که سهم خود را برای رسیدن به مقصد و وظیفه‌های تحکیم همگرایی کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در بخش‌های حربی و سیاسی
اقتصادی، گومانیتری و بخش‌های دیگری گذارد. کشور تشکیل کننده یا سازمان دهنده این مشورت کوشش دارد که مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا با مثل سازمان امنیت و همکاری در اروپا به یک تشکیلات با نفوذ منطقوی و سطح بین المللی تدریجاً موقع خود را عوض نماید و ما باوری کامل داریم که در این روند نوابسته به مشکلی های جای داشته به کشورهای اعضای این مشورت و مخصوصا جمهوری تاجیکستان میسر میگردد که در آینده نزدیک به یکی از تشکیلات‌های با نفوذ سطح بین المللی تبدیل یابد. خاطررسان می‌شویم که در دایره رئیسی تاجیکستان در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روزهای 14 و 15 ایون سال روان در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برگزاری سمیت سران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای اعضای مشورت در نظر داشته شده است. جمهوری تاجیکستان همچون سوبیکت حقوقی بین المللی در تمام شورابینی‌های مقیاساً بزرگ سهم فعال دارد. حاضر آمادگی‌ها برای برگزاری این تدبیر یا این مشورت ادامه دارد. از نامش معلوم که یعنی مشورت، مصلحت، تبادل افکار، تبادل نظر. تاجیکستان به این چهاربینی همه طرفه آمادگی می‌بیند. حالا مهمانان و هیئت‌های آن خبر اشتراک خود را دادند، از قید گذشتند. تجربه بوی جمهوری تاجیکستان در مسئله رهبری به تشکیلات‌های منطقوی بین المللی امکان می‌دهد که رئیسی جمهوری تاجیکستان یکی از رئیسی‌های با موفقیت باشد. یعنی تدبیرهای راه اندازی شوند که اعتبار این مشورت بلندتر بردارند. از این رو تاجیکستان با مهلت 3 سال، سال‌های 2018-2020 رئیسیش به ذمه جمهوری تاجیکستان گذاشتند. با در نظر داشت آنه که تاجیکستان در این ساحه موفق است، هم در سازمان همکاری شانگهای، هم در اتحادیه دولت‌های مستقل، هم در سازمان امنیت همکاری دست جمعانه تجربه کلانی دارد در ساحه رئیسی. از این رو به جمهوری تاجیکستان واگذار کردند. دیگر اینکه یک سبب دیگر انتخاب رئیسی تاجیکستان در آن است که هم از طرف سازمان‌های بین المللی و سازمان‌هایی که مخصوص امن و ثبات می‌آموزند در دولت‌ها، تاجیکستان در میان دولت‌های پساشوروی یکی از دولت‌های امن‌ترین شمارده می‌شود. یکی از دولت‌های هست که ثبات و امنیت اینجا پابرجاست و از این رو هم از این جهت هم انتخاب کردند رئیسی را به جمهوری تاجیکستان سپردند و این سبب‌هایی است که جمهوری تاجیکستان باید رئیسی کنند. تاجیکستان همیشه جانبدار مبارزه مشترک بر ضد خطر و تهدیدهای جهان معاصر از جمله تروریسم، اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های متشکل میباشد و دایر به این خطرها در دایره مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا چندین اقدام‌های مهم را تطبیق نموده است. تاجیکستان در دایره ریاستی خود در این مشورت مهم بین المللی باز چندین تدبیرهای را روی دست خواهد گرفت که هدفهای بزرگ تأمین پیشرفت دولت‌ها و تحکیم امنیت و ثبات را در منطقه و جهان در پی دارد.